دادگاه شهر کولاب 6 نفره را که ماه می در یک حمله کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان را شدیداً زخمی کردند از 16 تا 18 سال روانه زندان کرد. شب 13 می به جان محیدین یولایف کارمند 25 ساله کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در محله اسماعیلی سامانی شهر کولاب سوءقصد صورت گرفت و او را با 24 ضرب کارد معیوب کردند. بعداً وزارت کارهای داخلی خبر داد که یک گروه را با گمان حمله به یولایف بازداشت کردند. حکم این افراد بگاهی 10 اکتبر صادر شد. دادگاه جمالدین کمالوف و عظمت صابر 2 نفره را که از آنها همچون تشکیل کننده حمله نام میبرند به 18 سال زندان محکوم کرد. کامل تاشتیموروف و نوروز رازیقوف که در این حمله شریک بودند به 17 سال زندان محکوم شدند. طاهر تاشتیموروف و سیفالدین یوسفوف برای شریکی در جنایت 16 سال روانه زندان شدند. دادگاه پرونده این افراد را بر اساس ماده سوءقصد کشتار با مسئولیت پیشکی و حمله به کارمند کمیته دولتی امنیت ملی در پی اجرای وظیفه‌های خدمتی بررسی کرد. مرافعه این افراد 2 ماه اخیر در دادگاه کولاب جریان داشت. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک گزارش گفته بود که کمالوف در دوشنبه با برادران طاهر جان و کامل جان تاشمرادوف ها مشورت کرده از بازار کاروان شهر دوشنبه 3 کارت خریده است. در شهر کولاب با آنها عظمت صابر و سیفالدین یوسفوف برای حمله به این کارمند امنیت همراه شدند. یک منبع رادیو آزادی که از جریان مرافعه آگاه است شام 10 اکتبر گفت که جمالدین کمالوف و عظمت صابر برای فعالیت‌های شبهه‌ناک به کمیته امنیت در منطقه کولاب دعوت و بازپرسی شدند. عین زمان خودی محکوم شده ها در دادگاه گفتند که در جریان این ملاقات و بازپرسی ها یولایف رفتار دغلانه داشت و آنها را تحقیر می‌کرد. وزارت کارهای داخلی در یک گزارش در این زمینه گفته بود که متهمان حمله به افسر کمیته امنیت ملی احتمالاً پیرو عقیده‌های تندرو هستند، اما در پرونده‌ای که بررسی شد مدعی شامل بودن این جوانان به جریان‌های ممنوع مذهبی وجود ندارد. ضمناً در پی حمله به محیدین یولایف و معالجه 6 ماهه در بیمارستان وضع سلامتیش نسبتاً بهتر شده دست چپش از کار مانده است. در تاجیکستان سالهای اخیر مقامات انتظامی با ظاهرات افراطی مذهبی مبارزه میبرند و در این چهارچوب گاهی در رابطه با افرادی که به قول مقامات لباس بیگانه مذهبی به بر میکنند صحبت‌ها یا ریدها انجام میدهند. در حالی که مقامات میگویند از تاثیر عقیده‌های بیگانه دینی جلوگیری میکنند، برخی شهروندان این معرکه‌ها را خلاف با حقوق کنستیتوسیونی و آزادی بیان مینامند. این حادثه کم نظیر است که در تاجیکستان گروه شهروندان در پی بحث‌های مربوط به نمود ظاهری به یک خادم امنیت حمله کنند.